من میدونم عذاب مهاجری چی است. من در حقیقت میفهمم هر یکی شما. ممکن که شما گوش کرده منه بعضیتون گوید که معلم تو به خدا داده است، تو ثروتمند شدی، پولدار هستی، تو به آسانتر. نه، طلا، من این طلا مردم در دستش میگرداند. برای چی؟ برای چی؟ میدونید من برای چی نمیاد به دست میگردم؟ هر باری که به این نگاه میکنم من راه این طلا میبینم. برای که طلا در دستش گرداند مردم، اول هزارها سال بالای خودش کار کرده در بین کوه و سنگ میماند، در بین نمک، در بین سنگ، در بین دیگر چیزها. هزارها سال، میلیون ها سال بالای خودش کار میکند برای قیمت باو شدنش. بعد بین علو میافتد، علو از درون آتش میگذرد. بعد بین ملاتوک و کوالده و من این آهنگرخانه بر این وای میافتد. وای میزنن شلیفوت میکنن، میزنن شلیفوت میکنن، میزنن. بعد قیمت بها میشد و بعد مردم و در دستش میگرداند. اگر که شما خواهید که شما شخص قیمت باشید و شخص ارزنده باشید و که مردم شما در روی دست گرداند، انمی راه طلای بینید. شما گمان میکنید که موفق شدن آسان است؟ نه. ما یگان چی هم تو نمیبیاد حیات شما با. نه که شخصیتی که شما میشید از همه دارندگیتان بهتر است. بهترین دارندگی انسان این عقل است. بهترین ثروتمندی انسان این علم است. ما شما به این دعوت میکنیم.